سلام مخلصان عزیز، ما با همراه دوستی دیرینه هم که یک طولی 21 سال میشه با همراه منصور نگمتوف. این ساعت هم چند شد منصور جان؟ 6 ساعت ما برای هم دو درکه که قریب 59 59 پره دو درکه عزیزی ما آینده درخشان دارن. که با پشوازی هم دو درکه رفته استیم انشالله که مونیس ابوبکر بریم فرودگاه پشواز بگیریم. در مدت 6 سال در توجیکستان بودگی نیستم. 6 سال من 6 سالی که پرش دگن 94 بار بیرون از توجیکستان پرچم و سرود ملی هر یک شخصیتی بیرون از وطن فهمیدگن عربا هر یک چیزی که بیرون از توجیکستان بودم من میدونستم که دی چمپیون که هر بار میترس نکرد چون برآمد کردم برای که در تاریخ ماندگم 59 در ورزش جوجیتسو. بای گودکی ایشال چند ساله که؟ چند میشه؟ روزی سیفیسه هم خیلی نه بای گودکیشون انشالله که آینده درخشان دارن دو درکه را دستگیری میکنیم. انشالله که من رفته استم بنوار میگیرم برشون میگیرم سر بلند بشه. این ایرپورت دوستان عزیز برای ما دو درکمون این قدر ماشینو این قدر آدمو همه برای همون سرجم اومده گیرن. این قدر ماشینو برای این دو درکمون این که سفینه هم اومدن. انشالله که از میفرم میاد. دوستان عزیز علاقه سمالیات اومد فرامد اونم برابرای ما تیار این طرف همه مردم این چیزا را همه مردم این ماشینو این 4 تایر این ماشینو کلی مردم bayraklo در دست همه این چیزا را هم دو درکوی انشالله که اینا مادرها و کودکا شتیم زدهش کشید سمانه چون قریب 1.5 ساعت این روز شید ساعت 8 گذشت. ما کسایی نم بچه های نمیشه درش درد داریم اینه که باید بیایم برادرها اومدن همین درود اومدگن نمی همه نستر تا اینه همه برادرها نستر دیستودگن حاجی هم تش میکنیم نه حاجی میبرویم